خداوندا و تمام ملت یک رحم روشنی الهی بر گناه و خطاهای ما نبی و لطف و کرم و احسان خود ببین. الهی چقدر خلق یتیم شدن، چقدر اطفال یتیم شدن، چقدر زنا بیوه شدن، چقدر خانه ها بی سرپرست شدن، چقدر پدرها اولاد خود از دست دادن، چقدر مادرها شهید شدن. میدانیم که امت گناهکار هستیم، مگر گناه ما در پیش کرم تو هیچ چیزی هم نیست. آنقدر از عظمت و رحمت کرم تو میشناسم که گناه اولین و آخرین در برابر رحمت تو ای ذات یگانه یک قدر هم نیست. الهی از زبان حبیبت شنیدم که میگه خدا را نورده صد رحمت خاصه هست که یک گزیره بر دنیا مانده و دویش در آخرت. خدای از اون رحمت خاصه یک روشنی رو در بین امت بیاد. الهی اگر یک وحید روشن شود چی فایده؟ جهان روشن بساز. اگر یک وحید رستگار شود چی حاصل؟ خدایا جهان امت رستگار بساز. اصلاح امت بیاد، آرامش و برادری و اخوت قلبهای ما را شخصان از نور محبت اخلاص. الهی اگر وحید گناهکار و عاصی است در این مجلس حتما یک صادق است، یک سوخته جان در این مجلس است، یک درد دیده در این مجلس است. خدایا دعای ما را قبول بگردان. الهی یک روشنی، یک رحمت، یک صلح، یک صمیمیت، یک اخوت، یک برادری را در این ملت بده. خدایا یک اخوت ما هم در روشنی خدا گفته بتانیم، دعوت بتانیم، صحبت بتانیم، خدمت بتانیم، هیچ جنگ و نفاق و شقاق و کینه را خداوندا دور بگردان. خدایا دشمن دربارای ما شاد نگردان، ابلیس لعین شاد نگردان، یهود و نصارا را شاد نگردان. الهی خداوندا یک اتفاق، اتحاد، یک صله رحم، یک محبت، برادری، یک قانون برهان در سرزمین پیاده بگردان. الهی رحمت خدا بگستران. الهی خداوندا تو به ناله یک داخل زیر خدایا در سرزمین بنی اسرائیل تو بارانی که سبز و گشنه نماند. آیا ناله اینقدر امت نبی آیا پیش تو اثر نداره؟ و یقین دارم اثر داره. من بر تو الهی گمان بد ندارم، گمان میرایی بر تو نیک است. ناله ای امت اثر داره، تأثیر داره، عرش تو را به جنبش میاره. خدایا رحم بزنید سری مردم را، سر خواهرای ما را، سر برادرای، سر تمام اقوامی که امروز در دشتها، در بیابانها، زیر خیمه ها تشنه و گشنه افریده. خداوندا رحم و مهربانی کن. الهی از دربار نهنایت تو چیز کم نمیشه. خدایا رحمت کن بر همین مردم، یک اتفاق، اتحاد، محبت، برادری، صمیمیت، قربیت در بین امت عطا بگردان. خداوندا یک معجزه کن، یک بار دیگر به لطف و کرم برگرد. الهی بنی اسرائیل بخشیدی، این امت نمیبخشید. الهی بنی اسرائیل بخشیدی، گفتی که ثم عفونا، بازم شما را بخشیدم. الهی مگر این امت از بنی اسرائیل بدتر است که آره نمیبخشی؟ الهی امت مورد عفو. امروز دلم در شعور از یا رب العالمین. امروز بالای امت یک رحم مهربانی کن. امروز به خود دعا نمی کنم، به سلسله خود دعا نمی کنم، به تمام امت دعا می کنم، محمد رسول الله دعا می کنم. خدایا یک رحمت و یک روشنی و یک صلح و یک صفا و یک صمیمیت اگر این قتل و قتال و خونریزی و وحشت و بربریت خدای از سرزمین بردار. الهی یک آرامش بیار، یک رحمت، یک دینداری سالمه، یک اخوت سالمه، یک برادری سالمه، یک قانون اسلام، یک شریعت پاک مطهر نبی را حاکم بساز که همه ما خدا گفته بتانیم، همه ما آزادانه ذکر کنیم، همه ما آزادانه دعوت کنیم، همه ما از نعمتهای تو بهره‌مند شویم. ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم. ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم.
ربنا وتقبل دعائي إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.